تصور کن، رژیم فعلی ایران سقوط کرده، شاه برگشته، تحریم‌ها برداشته شده و ایران دوباره به جهان وصل شده. در همان 2 سال اول در کنار بازسازی و آبادی اقتصاد ایران هم 10 تا 15% رشد می‌کند. بزرگترین شرکت‌ها و بانک‌های دنیا در ایران سرمایه گذاری می‌کنند. اپل، مایکروسافت، گوگل، بوینگ و مرسدس بنز. ایران با جمعیت جوان، انرژی ارزان و موقعیت استراتژیک نه فقط نیروی کار افغان بلکه نیروی کار ساده و متخصص از پاکستان، هند، چین، ژاپن و حتی اروپا را جذب می‌کند. ایران تبدیل می‌شود به هاب صنعتی و اقتصادی منطقه. رابطه ایران و افغانستان کاملا تغییر می‌کند. ایران از طریق افغانستان به چین و شرق آسیا دسترسی راحت‌تری پیدا می‌کند و افغانستان هم از طریق بندر ایران به آبهای آزاد متصل می‌شود. همکاری که به سود هر دو کشور است. گردشگری هم رشد قابل توجهی می‌کند. 30 تا 40 میلیون توریست در سال، در حالی که امروز ایران سالانه کمتر از 4 میلیون گردشگر دارد و اینجاست که بعضی‌ها می‌ترسند. سعودی روی ویژن 2030 شرط بسته که می‌خواهد تا سال 2030 100 میلیون توریست با پروژه‌های مختلف جمع‌آوری کند. اما ایران آباد یعنی توریست فرهنگی به جای عربستان ایران را انتخاب می‌کند. سهم نفت عربستان کمتر می‌شود و ویژن 2030 با یک رقیب واقعی روبرو می‌شود. ترکیه و بعضی کشورهای منطقه هم می‌دانند ایران آزاد و قدرتمند یعنی رقابت سخت‌تر، سود کمتر و نفوذ کمتر. پس مسئله حمایت ترکیه و عربستان از ایران نیست، بلکه برعکس، ایران آباد توازن اقتصادی منطقه را تغییر می‌دهد و به همین دلیل است که بعضی همسایه‌ها از ایران ضعیف و تحریم شده سود می‌برند و نمی‌خواهند ایران دوباره بایستد. اگر تا اینجا موندی نظرت رو کامنت کن و منو فالو کن تا خبرهایی از جهان بشنوی که هیچ جای دیگه نمیشنوی.